ایران المپیک رو تحریم کرد. بعد از انقلاب ایران 2 دوره پشت سر هم المپیک رو تحریم کرد. تحریم بازی‌های المپیک 1980 مسکو. این تحریم از طرف ایران خیلی آسون تصویب نشد. در میان دولتمردان ایران اون سالها برخی موافق و برخی مخالف حضور ایران در بازی‌های المپیک مسکو بودند. اما نهایتا مخالفان با این استدلال که شوروی در حال جنگ با کشور اسلامی افغانستان مانع از حضور ایران در بازی‌های المپیک مسکو شدند. درباره تحریم بازی‌های المپیک تابستانی 1984 لس آنجلس که خیلی راحت تحریم شد، همین بس بود که خمینی اسم آمریکا رو شیطان بزرگ بذاره. ضمناً المپیک 1984 توسط شوروی و متحدانش هم تحریم شده بود. فکر کن 4 سال قبلش به خاطر مسکو تحریم کنی، 4 سال بعدش تو سال 84 بیای با مسکو تحریم کنی. اما با این وجود که این همه با آمریکا دشمن بودیم، گفتنیه که ایران تو المپیک 1996 آتلانتای آمریکا شرکت کرد. ایران جزو معدود کشورهایی است که هر دو المپیک 1980 و 84 رو تحریم کرد. از اولین حضور رسمی ایران تو المپیک تو سال 1948 تا بازی‌های المپیک 2020 ورزشکاران ایرانی موفق شدند در مجموع 76 مدال برای کشورمون کسب کنند. 24 مدال طلا، 23 مدال نقره و 29 مدال برنز. این حاصل تلاش 61 ورزشکار ایرانی تو 18 دوره از بازی‌های المپیک 2024 چطوره؟ از نظر من خیلی ضعیف کار کرد. از نظر شما چطور؟ کامنت بذارید.